امی کار اگر گم که نمی زمین نرفت امی روز میگم این زمین نرفتم در زمین چی گپ شد کویا کبرم زمینه بینم که خیلی شیدیم خیلی میخیزیم ما در قشلاق ما کار بسیاره این همی تو چینی داریم یک زلدالی چینی داریم میوه میچینیم این میخیزیم کار بسیاره می فقط و این همی کار قشلاق تره این میخیزیم تو تا میچینیم اول این همی میروبیم توزه میکنیم با این همی زمینای کلان داریم همه یگراد ای خدمو این همی سال پمیدور بادرینگ همه چی را میکاریم خدمو میکاریم همه چیز ما خدمونه اینا بادرینگ میکاریم میخریم پمیدور پیاز همه چی را خدمو اینا امنا را میکاریم با اون خیشابا میکنیم اون آب میمونیم امی کار مپرای با اینا تاری وای با میریم تو تور میچینیم یک باغ موزردالی میچینیم گیلاس میچینیم همه می کارا میکنیم تو تا میچینیم جمع گیر میکنیم اینا گاو داریم مال داریم اینا میوه پیوه اینا مثال گاوامون تا گاوا در چی مونن ایلاق مونن اگر نه گاو میکشیم چند تا گاو جوشایی داریم توت جمع آور کرده ایستادیم. توت یک میوه است که شفا بخش. خب یک میوه است که همه دوستش میدارن، با کلگی دوست میدارن. و مردم از خود دوشنبه میآیند اینجا از مردم ما با توت میگیرن میبرن برای بازارهای دوشنبه. مقصد که حاضر همه زن و فرزندا و نبیره ها و همه مشغولی توتچینی هستند. وقتی توتچینی توتامو رفتیم قاقشیم ریختن در تگاشو و در چادرها میپاییم ای تگاشو میچینیم بای خورنه بی دوریست بای گردره پیپس میکنیم در اسیاب داریم اسیاب میکنیم میخریم سودا در بازار میکنیم شافی ها میان اینه و دیگر ناحیه های دوشنبه هر جا میخرن میگیرن میبرن همه میبرن توت هم میبرن آلوچه قوق هم میبرن سه پاره قوق هم همه را میگیرن میبرن با در توته در چی میدازیم قربایی و چاینیک میدازیم میخریم برای گرده برای دورگی توت بدونه می شود، ریوچی می شود، زغاری می شود، مظفری می شود. 5-6 نمودی توت از ما هست که اینها اینه که برای توپوس میگیم در اصول میبرن شب خوک میگیم شد توپوس میگیم توپوس استفاده میبریم وای توپوس بسیار در دوره پیشه پدر و بابایان همین استفاده خوب میبردن. بانکه ای آلو سر کردیم آلو محکم کردیم آلو چه سخت کردیم زردالو را چی کردیم سوک ای زردالو و ای سیر میکنیم سوک ای سیر منی سیر محلی ای سیر میکنیم ای همه میوه ما یک سال خیرمو کردیم خیرمو پدیدلو تقصیری اومد همه میوه در واقع میوه بهترینه شیرین‌ترین میوه
زندگی روزهای به درجه عالی شد. خصوصا در دوره یکی حاضر جناب عالی هست باز خوبتر رفت آمد 4 ساعت حاضر اینجا سوار میشوی پر خوب میشوی میخیزی در دوشنبه این چیزی در کارت هست میگیری با میگردی پیشتر آغمه بود آغمه خواب رباط انا به واسطه اونجا زمستان یک فلاکت میشد خشت بارا دروشن یا دریشن رفت آمد نبود حاضر در مدت 3.5 یا 4 ساعت پیش بیمارم دا میرد بلنی سبب اونجا با میگردیم میاییم بعد مردم سیر پر هستند امی کار اگر بگم که نمی زمین نرفت امی روز میگم این زمین نرفتم در زمین چی گپ شد کویا کبرم زمینه بینم که خیلی شیدیم خیلیم باز یک گاومال مونستن فقط در زمین نویم در تگای توتویم نم خیلیویم میکنیم همه امون جمعواری ما یگان شلپری در ما نیسته میجمه فقط امی خرد خراک این امی چیزا محاضره شه این امی چی نموده بیم همه شای خدمونه این مثال خیلی چی بگیم نه مگر دوم ایمی کارتشکا سر میکنیم تو پیاز تو پامیدور بودرینگ این امی یک سال اوجی هممون چیشی استن جو جوشی استن میخریم بعد این دادگاه جای تولید ماست و در اینجا ما مهنت زحمت میکشیم چقدر که جناب عالی میگه که باید که ما زحمت کشیم بسیارتر زحمت کشیم در کوهستان سنگین در بالای سنگ ها خاک کشیده باغ بنیاد کردیم چقدر شما میبینید حاضر در همین باغ ما دهقانا علف درآورده هستند در باغ بالا گرویم من 30-40 سال پیش در بالای سنگ ها خاک کشیده سیب انار انجیر بنیاد کردم حاضر میریم اونجا هم تماشا میکنیم بهترین موضع در ولایت بدخشان است درواز آب صاف تو آموخت بر من پاکی را آن کوههایت داده‌اند در سوسن بباکی را چه گویم انسان وقتی که زندگی دوست دارد باید مهنت دوست دارد با زحمت با تلاش ها ما به مقام بالا میرسیم یعنی به زندگی شایسته میرسیم مهنت کردن کار باور که من کارمند فرهنگم ها در رخصتی میهستم 20 سال در ساحه فرهنگ کار کردم در شهر باختر هر سال میگم که میام اینجا مهنت میکنیم در زمین مدادم به خاطر اون که ما همین زحمت نپرداختیم اگر چین کارکنی فرهنگ باشیم خاطر اهل اوله اومده در اینجا سیب زردالو شفتالو سوغاتی برای همسایه میبریم باور کنید از توت و تیپوس درواز من مخصوص به مو همسایه و به مو شهر آشناها من میبرم اینجا توسط همین گونه چوب‌ها علف را به خانه میبرید؟ بله طرف همین چوب‌ها میبریم به خانه بعد آسان‌تر است نسبت خالی بدن مثال ببین این پدر بابای ما هم خیلی فکر کردن وقتی که میبردیم به این خیلی سیخ میگه مونیره تایاق برای علاوه بردن به این بسیار دشواری میکشیدن این چی کمک میکند؟ این کمک میکند که هم درزه زیادتر برده میشود هم بار سبک برده میشود سبک میگیری میره مثال 10 تا اگر که از کوه بشکنیم بله موازن یخل نگاه کرده میشود اگر که او نباشد شاید که وزنی کنه میفروید بای پس که فرومت راه گشتن امکانی بیزنس کردن دارن بسیار وزمین میشود برای همین قدر ما مثال سیخ میگیریم مثال 10 دانه 12 دانه هر کس موافق هم قابلیتش قابلیت چند دیگه باشد همون میگیریم مثلا میگیریم از کوه که ما میبریم بالاتر که میریم 10 تایی میزنیم در مثال زمینه خودمون باشه 8 10 12 15 تا چند دیگه میبرد سیخ همون رو میزنیم چه میزنیم در این مثال اینا حاضر میبینیم مثال طرزی نگاه کردن بنده میبندیم مثال بنده وقت میکنیم مثال نگاه میکنیم سیخ تیاره بیار الف اینجا بیار
ای بالا میزنیم ای بالا خفیف این طرزی وای کردنش همین خیلی چی نمونیم من تر خوش باشد در خودش میرین کم تر دیگر خودش ها دیگر خودش میایستد دیگر تنها هم باشی مثال تنخیصی نمیکشی اما تنها هم باشی اگر این با این قطعی توسط این گردانده میشود آزاد چیکار میگنی پوش کرده میگیری میبره اگر که این که نباشد بسیار قین میشود کشیدن و بستن و پوش کردن خیستن بسیار تنخیصی میکشی یکی تجربه کنم همین یک مالش از یک اما خوخترش بیاره همین خوخر بیار این راه داره بله همین باید موندن در کو اگر باید نمونی شاید که برچ کو کنن کمتر تگ میشود طرف چپ راست غیل میکنه بیار یک تا دیگه بیار اصلا سه تا برای پیش کردن مثال خودمون سه تا میمونی هر کس با موقع همون چی قد و قامتش میگیره مثال من دروازه هستم من سه تا تپشتی میگیرم برای پیش سه میگیرم مایده تر باشه دو تا میموند میگیره چون اگر که زیاد اگر یا بزنی با سرد میخیزه اگر پشت که کردیم مثال اگر پشت کردن شود وای ای پیش میگذره فهمید این مثال سه تا شد سه نفر برای دست خپک میگیم ما میبیاریش آزاد پایین قدیر میگردونیش اگر این راست که وای کنیم شاید که باز میسره نمیشه برای همین قدر تاگی بند قدی گذرونده در کل بله بعد خیلی میموند اینا کیت میکنی بالای دو تال چیندن میگیری اگر لازم اگر چیز بوی باشه ای پیش میمونی با مثلا ای پیش میمونی مثلا فهمیدی ای پیش میمونی تو می گم شدن تو بستنی همین چی بنده که همین رو میبندیم که از پایین نه شما را کمتر میگیریم شما را کمتر بمیریم یک تا دیگه بیار تمام میشه یک تا دیگه بیار حاضر چی حاضر من تمام برای شما همین قدر کفایه برای شما کفایه این بند از قفا میبندیم